سلام، وقتتون بخیر. به یه بخش دیگه از English with Daisy خوش اومدین. طبق قراری که با هم داشتیم، قراره که توی این بخش من راجع به مهارت رایتینگ در آزمون توفل آیلتس و پیتی براتون توضیح بدم. خب اولین بخشمون بخش مهارت رایتینگ تو آزمون آیلتسه که این مهارت شامل دو بخشه، یعنی 2 تا سوال میدن که شما باید متن رو بنویسین و ترجیحاً برای سوال اول بیشتر از 20 دقیقه زمان نذارین، چون هم سوال دوم سخت‌تره هم بارم بیشتری داره. و اینکه حالا محتوای سوال اول حالا معمولا یه نمودار، یه شکل، یه جدولی به متقاضی میدن، اونو باید تحلیل کنه و توی این 20 دقیقه باید یه متنی حداقل 150 کلمه‌ای بنویسه. و سوال دوم معمولا یکی از موضوعات روز دنیا، یکی از موضوعات ترند دنیاه که باید متقاضی یه متن حدوداً 250 کلمه‌ای رو تو مدت زمان 40 دقیقه بنویسه. خب حالا میریم راجع به مهارت رایتینگ در آزمون تافل صحبت کنیم. مهارت رایتینگ در آزمون توفل هم مثل آیلتس شامل 2 بخشه. مدت زمانش هم بین حدود 55 تا 57 دقیقه. توی بخش اول متقاضی حدود 3 دقیقه زمان داره که یه متنی رو بخونه. یه متنی رو بهش میدن بخونه و بعد از اون باید یه فایل صوتی رو گوش بده که یه استادی میاد اون متنی رو که خونده رو حالا میاد نقضش میکنه. و بعد از شنیدن اون فایل صوتی شما زمان دارین 20 دقیقه که یه متن حدوداً 250 کلمه‌ای رو بنویسین. خب حالا میریم سر سوال دوم بخش رایتینگ آزمون تافل. توی این بخش متقاضی 30 دقیقه زمان داره که یه متن بین 300 و ترجیحاً 400 کلمه‌ای رو با موضوع مشخص شده بنویسه. این بخش رایتینگ آزمون تافل. خب حالا قبل از اینکه اصلا بخوایم بریم سر بخش رایتینگ تو آزمون PTE، یه نکته رو اینجا باید بهتون بگم که در آزمون آیلتس و آزمون تافل این نکاتی که میخوام بگم مشترکه. ببینین رسیدن به اون حداقل تعداد لغت‌های مورد نیاز متن لازم و ضروری هست، اما برای گرفتن نمره کاملتون کافی نیست. پس ما به چه چیزای دیگه توی این بخش احتیاج داریم؟ اول از همه رعایت نکات گرامریه. دوم این که باید از تکرار کلمات توی متن و تاپیک اجتناب کنین و یکی دیگهش اجتناب از غلط املایی، استفاده از ساختارهای پیچیده و استفاده از کلمات ربط. یعنی ما برای بخش رایتینگ نیاز به گرامر خیلی قوی و خوبی داریم. اگر بتونیم همه این نکات رو رعایت کنیم توی این 2 تا آزمون میتونیم نمره خوبی از بخش رایتینگمون بگیریم. خب حالا میریم سر مهارت رایتینگ در آزمون PTE. اول اینکه مدت زمان این مهارت در آزمون PTE بین 30 تا 40 دقیقه. و نکته جالب توجه اینه که ما توی بخش رایتینگ فقط 23% از نمره رایتینگ رو میگیریم. حدود 25% از مهارت ریدینگ میگیریم و 52% نمره رایتینگمون رو ما توی بخش لیسنینگ میگیریم. و این واقعا یکی از نکاتیه که من قبلا هم به شما گفته بودم که PTE متفاوته و شما خوب میتونین نمره بیارین، چون این نمره ها پخش شده. و میریم سر بخش هاش. این آزمونم مثل 2 تا آزمون دیگه مهارت رایتینگ شامل 2 بخشه. خب سوال اول توی مهارت رایتینگ آزمون PTE به شما یه متنی میدن که حدود 300 کلمه.
شما برای این سوال 10 دقیقه زمان دارین و باید توی این 10 دقیقه یک جمله، فقط یک جمله باید باشه، یک جمله بین 5 تا 75 کلمه، خلاصه ای از اون متنی که خوندین رو بنویسین. خب برای بخش دوم مهارت رایتینگ در آزمون PTE یه موضوع مشخصی رو به شما میدن. شما 20 دقیقه زمان دارین که بخواین توی این 20 دقیقه یه متنی بین 200 تا 300 کلمه بنویسین. این کلیات مقایسه اینها بود. یه نکته رو فقط من بهتون بگم راجع به بخش رایتینگ مهارت PTE. یادتونه که بهتون گفتم توی آیلتس و تافل شما اگر میخواین نمره بیشتری بگیرین نباید از اون لغاتی که در تاپیک و در متن استفاده شده نباید از اونها استفاده کنین. ولی توی PTE خوشبختانه شما میتونین اون تاپیک، حالا ناون فریزا، اونایی که دارین رو میتونین از توی تاپیک موضوع، از توی متن میتونین استفاده کنین. ولی مثل بقیه گرامر خیلی مهمه، یعنی نکات گرامری توی آزمون PTE هم خیلی مهمه. اون بخش ریتن دیسکورس یا انسجام متن خیلی مهمه و گرامر بالایی باید داشته باشین، گرامر قوی باید داشته باشین و تنوع واژگان. همه اینا چیزاییه که به شما کمک میکنه که توی بخش رایتینگ آزمون PTE بخواین نمره بگیرید. خب این هم از مهارت رایتینگ در آزمون‌های آیلتس، تافل و PTE. مرسی که مثل همیشه حمایت هم میکنین. ممنون. اگر ویدیو رو دوست داشتین لطفاً برای دوستاتون شیر کنین. سابسکرایب پیج یوتیوب هم یادتون نره و امیدوارم اوقات خوشی داشته باشین.